سلام به همه بینندگان عزیز، صبح همگی بخیر باشه. عمل جراحی امروزمون اولین بیمارمون خانم میانسالی هستن، ریزه‌خوار با ریفلاکس و برگشت اسید که بعد از انجام مشاوره و اقدامات قبل از عمل براشون عمل جراحی بایپس رو انتخاب کردیم. در حال انجام عمل جراحی هستیم. کیسه معده جدا شده و روده رو داریم به قسمت بالای معده میدوزیم. در جراحی بایپس حجم زیادی از معده و ابتدای روده باریک از مسیر دستگاه گوارش خارج میشه، یعنی بیمار کمتر غذا میخوره چون معده کوچکتری در مسیر دستگاه گوارشش هست و اون غذایی هم که میخوره درصدش جذب نمیشه. یعنی اگر 10 واحد قند خورده بشه حدود 7 واحدش جذب میشه. به همین دلیل بیمار طی 1 سال دچار کاهش وزن میشه. این کاهش وزن در هفته‌ها و ماه‌های اول سرعتش بیشتره، با سرعت بیشتری بیمار کاهش وزن پیدا میکنه، به تدریج کم میشه و در حدود 1 سال بعد از عمل جراحی بیمار در یک وزنی استاپ میکنه و کاهش وزنش متوقف میشه. این کاهش وزن معمولاً حدود 60 تا 80% میزان اضافه وزن بیمار رو شامل میشه. ولی خب قطعاً بیماری که ورزش خوب انجام میده، برنامه غذایی منظم داره و ویزیت های دوره بعد از عملش رو مراجعه میکنه به مطب و زیر نظر ما هست، قطعاً این کاهش وزن میتونه از 80% اضافه وزن هم بیشتر بشه و بیمار بعد از 1 سال حتی 100% اضافه وزنش رو هم از دست بده. عرض کنم به خدمتتون که روش جراحی به روش لاپاراسکوپی هست، یعنی بیمار شکمش دیگه باز نمیشه، با برش‌های کوچیکی که روی شکم انجام میشه این عمل جراحی انجام میشه توسط دوربین، توسط ابزارهای خیلی نازکی که از طریق اون سوراخ‌ها وارد فضای شکم میشه. ریکاوریش کوتاه‌تره، درد بعد از عمل جراحی در روش لاپاراسکوپی کمتره، بیمار زودتر میتونه به محل کارش برگرده، مریض زودتر سرپا میشه، زودتر از تخت میاد پایین، احتمال اینکه محل عمل جراحیش بعداً دچار فتق بشه خیلی کمه چون برش کوچیک‌تره، عفونت زخم در این روش کمتره، مدت زمان بیهوشی در روش لاپاراسکوپی کمتر از جراحی باز هست. سالها قبل این عمل به روش باز انجام میشد، ساعتها عمل جراحی به طول می انجامید و احتمال عوارض عمل وقتی مدت زمان بیهوشی بیشتر باشه قطعاً بیشتر خواهد بود. ولی خب در روش لاپاراسکوپی معمولاً عملها زیر 1 ساعت، نهایتاً زیر 2 ساعت انجام میشه و بیمار مدت زمان بیهوشی کمتری خواهد داشت. بعد از اینکه عمل جراحی تموم شد مریض به بخش منتقل میشه. حدود 3 ساعت بعد از جراحی بیمار حتما از تخت باید بیاد پایین، باید راه بره تو شبیه که عمل جراحی انجام شده. هر چقدر که بیمار بیشتر راه بره و عرض کنم به خدمتتون که روی تخت نخوابه و همش بخواد مسکن دریافت کنه، قطعاً تهوع و درد عملش حتی در شبی که بیمار بستری هست و تازه عمل شده کمتر خواهد شد، چون علت درد بیشتر اون گازیه که ما داخل فضای شکم وارد میکنیم و با راه رفتن این گاز از طریق روده ها جذب و از ریه دفع میشه. هر چقدر این گازی که ما داخل شکم زدیم زودتر دفع بشه، درد مریض زودتر قطع میشه و کمتر بیمار رو تو شبی که بستری شده اذیت میکنه. برای اینکه این جراحی ها انجام بشه بیمار باید 1 نوبت اول به مطب مراجعه داشته باشه، بادی آنالیز میشه، میزان درصد چربی عضله‌ش رو محاسبه میشه. یه سری اقدامات باید قبل از جراحی انجام بشه، بر اساس شرایط بیمار تصمیم گیری میشه. بعضی از این موارد در همه بیماران باید انجام بشه، مثل اندوسکوپی، مثل مشاوره قلب، آزمایش خون و سونوگرافی از شکم برای اینکه ما ببینیم بیمار کبد چرب داره یا نه، اگر داره درجه چند هست. در خانم ها تخمدان رحم بررسی بشه، کلیه ها لازمه در بیماران حتما یه چکی بشه و اینکه بیمار آیا سنگ کیسه صفرا داره یا نه. بعد از اینکه این موارد انجام شد و حالا تو بعضی از موارد ممکنه ما مشاور روانپزشک بخوایم، از فوق تخصص ریه مشورت بخوایم اگه بیمار سابقه آس یا مشکلات تنفسی داشته باشه،
بعد از اینکه مدارکش تکمیل شد یک جلسه دیگه حضوری تشریف میارن بیماران مطب. در جلسه دوم در مورد نوع عمل جراحیشون تصمیم گیری میشه بر اساس نتیجه اندوسکوپی، آزمایشاتی که بیمار انجام داده و شرح حالی که در مورد الگوی تغذیه بیمار ازش گرفته میشه. بیمار ریزه‌خواره، حجیم‌خواره، چقدر تمایل به شیرینیجات داره، چقدر دوست داره لاغر بشه، اصلا بی ام آی مریض چنده، مرد یا زن بودن، اینکه تو چه سنی عمل جراحی داره انجام میشه. تمام این موارد میتونه نوع عمل جراحی رو تغییر بده. ما باید عملی رو برای بیمار انتخاب کنیم که بیمار بهترین نتیجه رو بگیره. اینکه همه رو بیایم اسلیف کنیم یا همه رو بایپاس بکنیم کار درستی نیست. بر اساس شرایط بیمار فرد به فرد تصمیم باید گرفته بشه. یعنی ممکنه حتی توی یک خواهر یا برادر دوقلو ما بیایم دو تا عمل متفاوت رو در نظر بگیریم با وجودی که تمام شرایط مشابه، سن، وزن، قد، ژن، ولی بر اساس الگوی تغذیه‌شون و موارد دیگه که بررسی می‌کنیم ممکنه بگیم که مثلا یکی از دوقلوها اسلیو بشه و یکی دیگه بایپاس بشه. مورد بعدی این که هیچ عملی بهتر نیست. سوالی که خیلی از مریضا از هم می‌پرسن، آقای دکتر بهترین عمل انجام بده، کم عارضه ترین، یه عمل بکن دیگه دوباره چاق نشم. واقعیت اینه که هیچ عملی نیست که جراح بتونه تضمین بکنه شما تا آخر عمر لاغر هستید. اگه که میخواین همیشه لاغر بمونین و کاهش وزنتون فقط برای چند سال نباشه، خودتون باید رژیم رو رعایت بکنید، برنامه غذایی داشته باشین، ورزش بکنید. من به شما قول میدم که تو سال اول لاغر میشین، ولی به هیچ مریضی ما نمیتونیم قول بدیم بعد 5 سال 10 سال که مراجعه میکنه رو کاهش وزنی که تو سال اول داشته بمونه، به شرطی که بیمار به اون توصیه‌ای که ما میگیم عمل بکنه. اگه موارد رو رعایت کنه احتمال اینکه دوباره چاق بشه حتی بعد از 20 سال کمتر از 5%. ولی اگه تغذیهش درست نباشه و مواردی که ما میگیم رعایت نکنه، بله درصد احتمال برگشت وزن در هر عملی وجود داره. بعد از اینکه بیمار عمل شد، معمولا فردای روز عمل اگه مایات رو تحمل کرده باشه از بخش مرخصش میکنیم. تو اون هفته اول رژیمشون مایعات صاف شده هست، محدودیت دارن تو خیلی از مواد غذایی چون تازه عمل شدن، معده و روده به هم دوخته شده تو بایپاس یا در اسلیو معده منگنه شده و زخم‌ها تا جوش بخوره مقداری طول میکشه و بهتره که بیمار غذای جامد و حتی پورجات رو توی هفته اول، توی 10 روز اول مصرف نکنه. بعد از حدود 8 روز بیمار به مطب مراجعه میکنه برای کشیدن بخیه. در جلسه‌ای که مراجعه میکنن به مطب علاوه بر اینکه بخیه‌ها کشیده میشه، مکمل‌ها یا داروهایی که بیمار باید در کنار مواد غذایی مصرف بکنه براشون تجویز میشه. بر اساس آزمایشاتشون، بر اساس نوع عمل جراحیشون ممکنه مکمل‌هایی که بیمار داده بشه از نظر تعداد و میزان مصرف متفاوت باشه. دکتر تغذیه در مرکز بیمار رو میبینه. بعد از 8 روز برنامه غذایی جدید به بیمار داده میشه. رژیم بیمار از مایعات صاف شده تبدیل میشه به پورجات، غذاهای نرم، غذاهای شل که این مواد غذایی رو باید برای تقریباً 20 روز از روز 10 تا روز 30 مصرف بکنه. جلسه بعدی بیمار میشه 1 ماه بعد از جراحی، بعد 3 ماه بعد از جراحی، 6 ماه بعد از جراحی و 1 سال بعد از جراحی. در حقیقت وقتی که تولد عمل جراحیش هست و 1 سال از عملش گذشته مجددا باید به مطب مراجعه داشته باشه. در تمام این ویزیت ها بیمار آزمایشات دوره‌ای میده، بادی آنالیز میشه، میزان تحلیل عضله، میزان تحلیل چربی که بیمار داره بررسی میشه. در تمام ویزیت ها دکتر تغذیه هم بیمار رو میبینه. یعنی در حقیقت ما در کنار بیمار هستیم تا 1 سال تا به اون وزنی که دوست داره برسه. اگر که در حین ویزیت ها در اون فواصل هم اگر بیمار مشکل داشته باشه، ما سیستم پشتیبانی داریم همه روزه، حتی روزهای تعطیل پاسخگوی بیماران عزیزمون هستیم از ساعت 9 صبح تا 8 شب و در موارد اورژانس با اورژانس بیمارستان خودمون هماهنگ شده. اگه بیمار هر ساعتی از شب و روز مشکل داشته باشه میتونه مراجعه کنه به اورژانس بیمارستان مدائن و اون اقدامات اولیه اگه لازم باشه براشون انجام بشه.